فیلم سینمایی زن و بچه ماجرای یک زن 45 ساله است که شوهرش رو از دست داده و سالهاست که زندگی خودش و 2 فرزندش رو اداره میکنه. اون در آستانه رابطه با مردی به نام حمیده و پسر بزرگش که حساسیتی روی این رابطه داره خیلی بچه شر و شیطونیه و در اوایل فیلم از مدرسه اخراج میشه. ضرب این ماجراها و چند تا خرده پیرنگ پراکنده و ناقص دیگه حجم زمانی فیلم رو پر میکنه. فیلم رو سعید روستایی ساخته و پریناز ایزدیار و پیمان معادی از مهمترین بازیگرای اون. خب میخوایم در روز زن و بچه حرف بزنیم. سلام. خوبی؟ خوش اومدین آقای سهرابی به برنامه. خوبی؟ ببخشید تو رو خدا. اینجا نداریم گفته؟ آره این همه زنگ و فلان و کجایی و ببخشید تو رو خدا. خولم الان. زن و بچه. شروع کنیم یک دوست. خب سلام و عرض ادب به شما بیننده های عزیز برنامه نمایی نزدیک. این قسمت از برنامه به نقد فیلم سینمایی زن و بچه ساخته سعید روستایی اختصاص داره که مجددا از محمد قربانی خواهش کردم که تشریف بیاره به برنامه ما و در مورد این فیلم و حواشیش و مسائلی که شاید بخشیش به خود فیلم ربطی نداره حتی صحبت کنیم. خیلی خوش اومدی. ارادت، مخلصم، خوشحالم که دوباره تو برنامه شما. تو مثل همه احتمالاً فیلمو دوست نداشتی. یه مقدمه‌ای در مورد چگونه بد بودن فیلم سینمایی زن و بچه بریم. این که میگم دوست نداشتی خب یه خورده لو دادن اول قصه در ابتداشه، ولی خب دیگه الان همه میدونن که فیلم نتونسته توقعات رو برآورده کنه. تو بگو که چرا ما گاهی اوقات ممکنه که احساس کنیم که حس خوبی از فیلم نمیگیریم، احساس میکنیم یه نارسایی های توش وجود داره اما نتونیم توضیحش بدیم. من میخوام به مدد این برنامه و توضیحات تو که این کاره ای ما کلمه پیدا کنیم واسه یه نقد کارهایی که میبینیم، بتونیم ادبیات تولید کنیم توی ذهن خودمون برای گفتنش. من از جایی باید شروع کنم که قبلا هم بهش اشاره کردم. به نظرم کلید فهم ناموفق بودن زن و بچه یک مصاحبه از سعید روستایی توی کن که میگه من فیلممو با عجله ساختم برای اینکه به جشنواره برسم و این یعنی پایان یک اثر، یعنی از پیش میشه حد زد که با اثر سراسیمه‌ای مواجهیم. این سراسیمگی همه جا دیده میشه آقا نادر عزیز، یعنی من هم در فیلمنامه میبینم که این سراسیمگی وجود داره و هم در میزانسن. فیلم 2 ساعت و ربع اگه اشتباه نکنم و 40 دقیقه فیلم فقط. حالا اینکه خوبه یا بد تو اون 40 دقیقه هم میشه صحبت کرد و بعدش کاملا مشخصه که داره فیلم با عجله پیش میره. یعنی تو اون 40 دقیقه فیلمه میتونم مثلا اینه ها که انگار ما نمیفهمیم قصه چیه و حتی اون لحظه ای که هی سعی داریم بفهمیم که پس ماجرا چیه، ماجرا کشته شدن اینه، ماجرا رابطه این خانومه است، ماجرا روابط کلی این خانواده است، نمیفهمیم چیه و ادامش هم یعنی پیگیری هم نمیتونیم بکنیم اونو. دقیقاً. آیا یه فیلمی واقعا وجود داره از نظر تو؟ یه 40 دقیقه منسجم قصه دار وجود داره؟ تو 40 دقیقه اول پسر بچه فیلمو نگه داشته، علیار پسر بچه‌ای که بازیش هم بازی خوبیه. چرا این اتفاق میفته؟ چون سعید روستایی این بچه رو زندگی کرده، میشناسه، شیطنت تو مدرسه میشناسه، بچه شر و شیطون این سنی میشناسه چون احتمالا خودش هم همینطور بوده، تا جایی که زندگی در واقع بهش تقلب رسونده، بهش کمک کرده، زیستش بهش کمک کرده، فیلم وای میسه. با اینکه تو همون 40 دقیقه هم خلأ داره، یعنی ما همین بچه رو نمیدونیم که درونیاتش چیه، نیازهاش چیه، آرزوهاش چیه، اختلافاتش با مادر چیه.
یه دفعه یه چیز گلدرشی در مورد پسره میگه که این عاشق یک خانومیه که سنش خیلی بیشتر از خودشه و بازم این داله بر به قول تو اون درونیات نیست. دقیقاً. یعنی ما هنوز معلوم نیست که چرا او رو دوست داره. یعنی ما بر چه تجربه‌ای مبنای یک نیاز درونی باید کنش‌های کاراکتر رو بتونیم توجیه کنیم و انتخاب‌های کاراکتر رو. این نیاز در بچه ساخته نمیشه، اما با اون حال و هوای مدرسه و اون شیطنت‌ها و اینها تا حدی فیلم سرپا میسته که تو همون بخش اولم یه عشق داره که این عشق خیلی بی‌در و پیکره. یعنی ما یک زنی داریم، یک زن 40 ساله داریم با یک ازدواج ناموفق قبلی و 2 بچه، حالا وارد یک رابطه جدید شده. این رابطه جدید با اون مرد ویژه که اصلا هم اتفاقا ویژه نیست، یعنی همه رذالت ها رو داره و این زن همه رذالت ها رو میشناسه و همه زنهای دیگه به این اشاره میکنن که این مرد آدم حسابی نیست، اما این زن پای این مرد ایستاده و توضیح هم نمیده قصه به من که چرا این اتفاق میفته. یعنی حتی مرد پولدار هم نیست که بگیم به خاطر اینکه پول داره بالاخره این زن یک آرامش و آسایشی میخواد بعد از این زندگی سختش. مرد صرفا از ظاهر این زن تعریف میکنه. یعنی من میفهمم یک دختر 16-17 ساله بخواد با این در واقع تناب کشیده بشه، با این نخ کشیده بشه، اما یه زن 40 ساله پخته بچه داره با سابقه شکست در زندگی قبلی هیچ توجیهی نداره. یعنی داستان به من توضیح نمیده و به من نمیگه طبق چه نیازی این زن وارد این رابطه شده. یه همکاری داره خانومه که او بهش میگه که این مردی که تو انتخاب کردی چشم سالمی نداره. بله. و چشم هرزی داره. بله. خیلی پایبند ممکنه نباشه. این باعث تردید نمیشه توش؟ نمیشه. این بیش از هر چیزی به ما میگه که سعید روستایی زن رو نمیشناسه. توی این موقعیت ها اتفاقا زنها بسیار حساسن، حتی به عمل نکرده مرد هم در واقع اینجا مشکوک میشن، حتی اگه مرد بیگناه باشه، با اینکه شواهدی هست که مرد بیگناه نیست و این زن انگار داره نادیده میگیره این وجوه شخصیتی مرد رو که خودش هم آگاه بهش. این مستلزم اینه که تو توضیح بدی توی داستانت که یک چیزی این مرد داره که داره چه کار میکنه، داره این زن رو با خودش میکشه. پیش از انقلاب اصلا مدیریتی درباره نظم دادن و برنامه‌ریزی درباره فرستادن فیلم به جشنواره‌های خارجی وجود نداشت. خود حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های خارجی محصول انقلاب اسلامیه. حضور جدی ما در جشنواره‌های جهانی از سال 65 و با شرکت در جشنواره آسیایی دمشق آغاز شد و سال بعد 6 فیلم از سینمای ایران در جشنواره‌های برلین، توکیو، پیونگیانگ و مونترال پذیرفته شدند. سال 67 با 13 فیلم در جشنواره‌ها حضور پیدا کردیم و پیش رفتیم تا سال 71 که بیش از 100 فیلم ایرانی در جشنواره‌های خارجی حضور داشتند. یک دلیل مهم این حضور در اون زمان این بود که جشنواره‌ها اساساً برای فیلم‌های غیر بازاری طراحی شده بودند، نه مثلا فیلم‌های اکشن و علمی تخیلی و فانتزی و عاشقانه‌های سطحی. و ما هم اصلاً زیرساخت و شرایط ساخت چنین فیلم‌هایی رو نداشتیم و هم شکل‌گیری چیزی به اسم موج نوی سینمای ایران باعث تولید فیلم‌های هنر و تجربه‌ای و غیر مردمی شده بود که به مذاق جشنواره‌ها که می‌خواستن روشنفکری و غیر عامیانه و متفاوت باشن خوش میومد. توفیقاتی هم داشتیم در این جشنواره‌ها، اما از همون دوران عده‌ای احساس خطر کردند و شستشون خبردار شده بود که به نظر میرسه جشنواره داره از یه امکان ساده و تشویق کننده به تنها اصل و اساسی ترین هدف فیلمسازها تبدیل میشه. چیزی که الان خیلی بهتر متوجهش میشیم و جوانبش رو در استراحت بعدی همین برنامه عرض میکنم. قبول داری که سعید روستایی اساساً زن رو مصرف میکنه توی همه کاراش، هم توی ابد و یک روز، هم حتی توی متری 6.5 که فیلم بدی نبود، هم در
برادران لیلا انگار که همواره میخواد از معصومیت و زیبایی زنهای قصهش استفاده کنه و خیلی شعاری به حقوق اونها، به مظلوم واقع شدن اونها اشاره کنه و از این یه امتیازی به دست بیاره در عصری که به هر حال به عنوان روح کلی این جهان این حرفا خریدار داره. الان این حرفای برادری طلبانه، این حرفای شبه فمینیستی خریدار داره، میخواد یه قهرمانی از خودش بسازه. آیا اینطوری نیست به نظر؟ میخواد این کارو کنه ولی بلد نیست، چون زنو نمیشناسه. نه، نکته اینه که ما خودمون چون عقیمیم، چون که در واقع جامعه ما هممون قدری ناآگاهیم در مورد این گفتار برابری طلبانه، این حرفه خریده میشه. درسته که بلد نیست، درسته که میگم مصرف میکنه، حیف و میل میکنه حتی سوژه های خودشو، ولی ما هم چون بلد نیستیم انگار که اون قهرمانه ازش ساخته میشه، یعنی که کار میکنه نهایتا. از خود سعید روستایی. بله. در واقع برای سعید روستایی کار میکنه، نه برای اثر. آفرین. یعنی حرف جدا میسته از آنچه که ما در اثر میبینیم. چیزی که تو آثار سعید روستایی میبینیم زنان منفعل وابسته به مردن. یعنی حتی تو برادران لیلا که یه مقداری خواهره داره جدا میسته و داره کنشگری میکنه، تو لایه‌های عمیق‌ترش که میریم میبینیم که مسئله یک مردی بوده توی این خانواده که قرار بوده با این ازدواج کنه و ازدواج اتفاق نیفتاده و انگار یک کینه‌ای داره در واقع اون خواهر با اون نمای خیلی عجیبی که از بالا داره به عروسی نگاه میکنه، انگار به فکر عروسی به هم خورده خودشه و اینجا نقض غرضه. یعنی این زنی که باید برای خانواده یک کنشی انجام بده، به خاطر انفعالش در گذشته در مقابل یک مرد و شکستش در مقابل یک مرد، انگار داره واکنش نشون میده، نه کنش. یعنی حتی الگوی زن مستقل قهرمان رو هم نمیتونه بسازه. زنه اساساً در ارتباط با مردها خودش رو تعریف میکنه. حتی تو برادران لیلا خیلی سعی میکنه که خانومه برادرش رو راضی بکنه. بله. که بهش بپیوندن، به دقیقا. حرفش بپیوندن و خودش مستقلا نمیتونه کاری بکنه. دقیقا. یعنی تو بهترین حالت وقتی شما یک حرفی داری که به اندازه اون حرف سینما نداری، در بهترین حالت تو فقط طرح مسئله میکنی. سعید روستایی درباره زنان صرفاً طرح مسئله میکنه، به ویژه توی این زن و بچه، و خیلی وقتا به خاطر نابلدی علیه حرفش میشه اثری که داره. و به نظر من زن و بچه با این که نیت سعید روستایی ساختن فیلمیه در راستای احقاق حقوق زنان، تبدیل شده به یه فیلم ضد زن. در ادامه استراحت قبلی اول لازمه که به یاد بیاریم نخستین جشنواره‌ها اروپایی بودند و اصولاً با رویکرد تقویت سینمای نخبگانی، غیر بازاری و روشنفکری شکل گرفتن. الان هم به ویژه در اروپا همین رویکرد ادامه داره. در واقع جشنواره اساساً در مقابل مردم قرار میگیره و اینکه چقدر یه فیلم توسط مردم مورد استقبال قرار میگیره و چقدر چهره واقعی مردم رو نمایش میده جزء اولویت‌های اول جشنواره‌ها نیست. بنابراین زمین بازی کارگردانی که توفیق در جشنواره براش مهمه نمیتونه همون زمینی باشه که توش فیلم ساختن برای مردم اهمیت داره. نکته دیگه اینه که در سالهای اخیر و به تبع جایزه اسکار جشنواره‌ها نشون دادن که دست کم درباره فیلم‌های ایرانی قرار صرفاً به عنوان یه اهرم فشار سیاسی عمل کنن. مسئله فقط حاکمیت ایران هم نیست. هر نقطه روشنی درباره انسان ایرانی و امکان زندگی اخلاقی در ایران با حاکمیت کنونیش در جشنواره‌های خارجی شانس موفقیت یه فیلم رو کم میکنه. پس فیلمساز جشنواره‌ای باید دو بار به مردم خودش پشت کنه. یک بار به خاطر ماهیت سنتی این جشنواره‌ها و یک بار به خاطر رویکرد سیاسی متأخر اونها. گفتی عجله کردن سعید روستایی باعث شده که این فیلم بد بشه. عجله برای چی؟ برای رسیدن به جشنواره؟ خودش میگه دیگه، میگه میخواستم به کن برسم. ببین ما یه کاری کردیم با سعید روستایی توی سینمای ایران که
سعید روستایی رو به یک ورطه خطرناکی انداخت. سعید روستایی قبل از 30 سالگی با فیلم ابد و یک روز تمام جوایز جشنواره رو گرفت و به همین دلیل احساس کرد که حالا من چون با جشنواره شناخته شدم و در جشنواره دیده شدم، قدم بعدیم اینه که برم سراغ یک جشنواره بین المللی و خیلی دنبال اینه که با برادران لیلا و با زن و بچه به جایزه بین المللی برسه، ولی موفق نیست. چرا؟ چون سعید روستایی با زندگی که داشته نمیتواند فیلمی بسازد که در جشنواره موفق بشه. ما توی همین زن و بچه هم میبینیم که سعید روستایی حرفهایی میزنه و بعد اون حرفها رو پس میگیره. مثلا میگه همه مردهای ایرانی هیچ امیدی بهشون نیست، اما یک کاراکتر رو برمیگردونه. میگه باید از پدر انتقام نازمه رو میگی؟ آره، از پدر باید انتقام گرفت، میشه پدر رو کشت، نمیمیره باباه، پس میگیره. یعنی حرفایی میزنه و پس میگیره. یعنی مشخص یک دوگانه‌ای وجود داره بین سعید روستایی و جشنواره. من توی جشنواره کن امسال یه چیزی دیدم که خیلی خیلی زیاد دلم برای سعید روستایی سوخت. سعید روستایی پله شد برای جایزه گرفتن یک نفر دیگه، آقای پناهی. یک دوگانه ساخته شد و رسانه ها به این دوگانه دامن زدن، به ویژه رسانه های روشنفکری، که جعفر پناهی شد فیلمساز زیرزمینی، فیلمساز بدون مجوز و فیلمسازی که زنان در فیلمش حجاب ندارن. این طرف سعید روستایی شد فیلمساز مجوزدار، در واقع فیلمساز جمهوری اسلامی و فیلمسازی که زن در فیلمهاش حجاب داره. و این دوگانه یه پله‌ای شد برای اینکه آقای پناهی به جایزه برسه و سعید روستایی متاسفانه هر دو طرف رو باخت. یعنی ما دیدیم که رسانه‌های داخلی هم خیلی هاشون سعید روستایی رو گذاشتن کنار جعفر پناهی و گفتن اینا کسانی هستن که فیلمساز جشنواره‌ای ان و همه چیز رو میفروشن برای اینکه جایزه بگیرن. با اینکه به نظر من خیلی سعید روستایی فاصله داره با جعفر پناهی و فیلمساز جشنواره‌ای نیست ذاتاً، فیلمساز جشنواره‌ای شده و همه ما مقصریم در این مورد. و من خیلی آرزومندم برای آینده سعید روستایی که برگرده و فیلم خودش رو بسازه. یه بازی میشه با کلمه واقعیت. وقتی که اینها فیلم های اجتماعی رو میسازن با این ادعا که ما داریم واقعیت رو انعکاس میدیم، برخی از مخاطبا میگن که این که خوبه، این داره واقعیت رو به ما ارائه میده. خود آقای روستایی هم توی اون جشنواره گفتش که وقتی که یه همچین چیزی به این مضمون گفتش که وقتی که خود جامعه اینجوریه من چطوری میتونم کار بهتری بسازم. وقتی جامعه تلخه خانخواه فیلم منم تلخ میشه. یعنی چی؟ من سوالم اینه که فیلمساز آیا نباید با واقعیت کاری بکنه؟ یعنی واقعیت رو همونطوری باید بگی؟ خب واقعیتی که ما خودمون داریم میبینیم. هنر چطوری قرار زندگی رو نجات بده؟ چطوری قرار ما رو نجات بده؟ چطوری قرار انسان بسازه، تمدن بسازه، فرهنگ بسازه، آدم بسازه؟ یعنی که صرفاً انعکاس اون واقعیت، آینه گرفتن روبروی اون واقعیت چی کار میکنه برای ما؟ این واقعیت، کلمه واقعیت مثل کلمه مردمه. تو میبینی که همه ادعا دارن که مردم با اونا، دیدی همه گروه ها، حتی منفورترین گروه ها از مردم صحبت میکنن. واقعیت هم همینطوره. همه جوری درباره واقعیت صحبت میکنن که انگار یک واقعیت یکه مشخصی وجود داره و این واقعیت هم دقیقا نزد اونا. دقیقا. با اینکه این خیلی خنده داره، همچین چیزی وجود نداره که اگر وجود داشته باشه هم ماده خامه. یعنی ماده خامیه که تازه هنرمند باید باش کار کنه، مثل یه سنگی که میارن برای هنرمند و این هنرمند باید این سنگو بتراشه تا تبدیل کنه به یک مجسمه، به یک اثر هنری.
زن و بچه جدیدترین اثر سعید روستایی، فیلمی سردرگم و مشوش مخصوصا در محتواست. این فیلم با مدت زمان 2 ساعته خودش که فیلم بلندی در سینمای ایران به حساب میاد، نمیتونه از ابتدا تا انتها مسیر مشخصی رو طی کنه. به عنوان مثال اگر بخوایم ابتدای این فیلم رو بررسی کنیم، 1/3 اولیه این فیلم به کاراکتر پردازی شخصیت علیار میپردازه. کاراکتر پردازی که مشخصا نمیتونه مخاطب رو همراه خودش بکنه و نه رابطه مادر فرزندی رو نشون بده. در ادامه هم وقتی گره‌های داستانی فیلم ایجاد میشن، سعید روستایی به جای اینکه سراغ یک یا چند سوژه محدود اجتماعی بره روی اونها عمیق بشه و حتی آنتیتزی رو برای اونها ارائه بده، دست روی موضوعات متنوعی میذاره. موضوعاتی مثل مشکلات آموزشی، مشکلاتی که در حوزه پزشکی وجود دارن. خلاصه این که فیلم زن و بچه در دسته آثاری قرار میگیره که برای جشنواره‌های خارجی تولید شدن و قرابت چندانی با جامعه‌ای که ما در اون زندگی میکنیم نداره. بریم در مورد خود فیلم زن و بچه بیشتر صحبت کنیم. یه سری المان، یه سری ظرفیت داره فیلم در ابتدا. با اینا چی کار میکنه؟ چطوری میتونه اینا رو کنار بذاره؟ و اینکه گفتی فیلم با عجله ساخته شده رو چطوری میتونی نشون بدی با اشاره به صحنه‌هایی، به دیالوگ‌هایی که ما بیشتر متوجه ظرفیت اصلی که فیلم نامه داره اینه که به من یک زن بشناسونه با همه خلأهاش، با همه کمبودهاش، با همه ناکافی بودنهاش و به من بگه که چطور این زن در سیری که داره که حالا تو این سیر بچه‌شو از دست میده متوجه کمبودهای خودش میشه، نقصهای خودش میشه و سعی میکنه با کنشگری مسائل رو حل کنه. ما یک زنی رو میبینیم که بچه‌شو از دست داده و راه میفته و آدمهای مختلف رو، همه آدمها رو، هر کی سر راش هست رو مقصر میدونه غیر خودش. یعنی ما هیچ لحظه ای رو نمیبینیم که این مادر در واقع خودش احساس کنه که جایی کم گذاشته، اما تماشاگر این حس رو داره. یعنی یک دعوایی وجود داره، کشمکشی وجود داره بین فیلمساز و تماشاگر. فیلمساز میخواد بگه حق با این زن است و تماشاگر تقریبا تو همه موقعیت ها میگه حق با تو نیست و در مقابل ناظم، در مقابل پدر شوهرش، در مقابل مادر تو این حق رو به کاراکتر اصلیت نمیدی. یه فاصله کوتاهی از برنامه بگیریم. ما رو تو صفحات برنامه در فضای مجازی که زیرنویس میشه دنبال کنید. یه باشگاه مخاطبان کوچیک داریم راه اندازی میکنیم که اونجا محصولات و تسهیلاتی برای شما تدارک دیدیم. ضمن اینکه این فضاها اساساً جایی واسه اینکه نظرات شما رو هم بشنویم در مورد آثاری که تو این برنامه بررسی میشن یا نمیشن. این یه بازی دو طرف است. قرار نیست ما اینجا فقط حرف بزنیم و شما بشنوید. ای بسا ایده هایی که نظر شما وجود داره خیلی دقیق تر از حرفایی باشه که تو این برنامه و اساساً برنامه‌های این چنینی زده میشه. پس عضو صفحات ما بشید و عضو باشگاه مخاطبانمون هم بشید. بریم بقیه برنامه رو ببینیم. یعنی تو نتونستی این کاراکتر رو بسازی. ببین از یه جایی به بعد من وقتی درباره سراسیمه بودن صحبت میکنم، یه سری چیزا تو فیلم نامه به ویژه تو دیالوگ نویسی که سعید روستایی بلده، یعنی تو ابد و یک روز نشون داده بلده، توی متری 6.5 نشون داده بلده. تو دیالوگ نویسی تو ضعف داری. ببین وقتی تو قوتت تبدیل به ضعفت میشه، یعنی خیلی داره یه جای کار میلنگه. شما نگاه کنید تمام دیالوگ ها در نیمه دوم فیلم بر مبنای پرسش و پاسخه. یعنی شما وارد که میشی به عنوان معلم فیلمنامه نویسی، اولین ایرادی که میبینی در بچه ها موقعی که دارن دیالوگ مینویسن، چون سریع ترین و راحت ترین کار دیگه که یک کاراکتر بپرسه و دیگری پاسخ بده و همینجوری اطلاعات در واقع اضافه بشه. یعنی مدام پریناز ایزدیار سوالاتی مطرح میکنه که کاراکترهای دیگه پاسخ میدن. این یعنی چی؟ این یعنی فیلمنامه کاملا سراسیمه نوشته شده. یا یک جاهایی کاراکتر حتی دیالوگ رو اشتباه میگه. کجا؟ یعنی یه جا حسن پورشیرازی من اینجا نوشتم میگه هم خودتو بکش که راحت بشی هم ما. خب این دیالوگ غلطه. خودتو بکش که هم ما راحت بشیم هم خودت.
یا جاهایی توی دوربین من اینو میبینم که مدام مبتنی بر زوم این زوم بک، زوم این زوم بک یا دالی این دالی اوت. یعنی تو نتونستی پریناز ایزدیار کاراکتر مادر رو جوری بسازی که من بهش حق بدم و داری چیکار میکنی؟ زوم این میکنی. نازمه رو نتونستی اونقدی بد بسازی که من ازش بدم بیاد، داری ازش زوم اوت میکنی. و همه اینها نشون میده که من با یک اثر سراسیمه مواجهم. اما بذار من خیلی منفی هستم واقعا، اما میخوام به نقاط روشن اشاره کنم که بگم سعی میکنم که منصف باشم. اون نگاه ناظمه و دختره که باعث میشه ناظمه بیخیال بشه از شهادت دادن توی دادگاه، به نظر من نقطه امیدبخشه. این که دوستای علیار پا میشن میرن سر مزارش و اینو نشون میده که مادر با اونها صحبت میکنه، اینا امیدبخشه. همین. و اینا اون اندازه هاییه که و یه چیزی بگم از طرف برنامه، معذرت میخوام، این چیزا باید زیاد بشه در کارهای ما، ولی آقای روستایی و بقیه با این چیزا به شما جایزه نمیدن. همه میدونیم که اینها باعث میشه که شما جایزه نگیرید. باید معلوم بشه که شما برای مردمتون فیلم میسازید یا برای جشنواره ها. نمیتونی بگی که من رنج مردممو نشون میدم جایزه هم میگیرم. برای مردم فیلم ساختن، رنج مردمو نشون دادن الزاما نیست. امید دادن به مردمه که میشه، بله رنج هست، همون بالاخره بدبختیایی داریم ولی میشه ادامه داد. خیلی ممنونم از حضورت توی این برنامه. امیدوارم که حضورت بازم داشته باشیم. ببخشید من خیلی پرحرفی کردم. از شما بیننده های عزیزم ممنونم که تماشا کردید. این گفتگو رو سعی می‌کنیم که روایت انسان ایرانی رو از خودش و از تاریخش توی این گفتگوها به بهانه صحبت کردن در مورد سریال‌های نمایش خانگی به گفتگو بگذاریم. امیدوارم که رهیافت‌های خوبی داشته باشه برای شما. زنده باشی. ممنونم. در پناه خدا. خدا نگهدار.